داشته‌های قبلیتون رو بریزید دور. هر چیزی از قانون جذب می‌دونستید بریزید دور. چون من اینجام تا از قانونی براتون صحبت کنم که هر خواسته دارید مثل آهن‌ربا به سمت خودتون جذب کنید. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. جزء به جزء قانون جذب رو براتون در هر ویدیو میگم تا از 0 به 100 قانون جذب برسید. به شرطی که ذهنتون رو از داشته‌های قبلی پاک کنید. از قانون جذب نه انگیزه تو خالی میدم، نه تمرین‌های سخت میدم و نه فقط میگم کار فیزیکی انجام میدم، بلکه تو هر موضوع تناسبی هست تا به نتیجه برسید. حالا سوال قانون جذب چیه و چه نقشی در رسیدن به اهدافمون داره؟ قانون جذب میگه به هر چیزی خوب یا بد، به هر شکلی فکر یا توجه کنید در زندگی واقعیتون رخ میده. حالا زود یا دیر شدنش بستگی به میزان توجه شما داره. اگه تا اینجای ویدیو با حرفا موافق بودید ویدیو رو لایک کنید. قانون جذب ارشد همه قانون‌های جهان هست. ذهنیت خیلی از ما اینه که فقط با کار کردن سخت و ساعت کاری زیاد میتونیم به پول زیاد دست پیدا کنیم. که اینجوری بود کارگرهای معدن یا ساختمون الان پولدارترین قشر جامعه بوده. یا فقط به هوش ذهنمون بود الان تحصیل کرده فقیر و یا بیکار نداشتیم. در ویدیوی من به پاسخ خیلی سوالاتون میرسید. حالا سوال: آیا میتونم درآمد خودم رو افزایش بدم؟ آیا میتونم با شخصی مورد نظر خودم ازدواج کنم؟ آیا میتونم به هدفهای ریز و درشت که داشتم برسم؟ آیا میتونم به سلامتی خودم برسم؟ بله، قطعاً. قانون جذب رو در همه موارد برای خودمون میتونیم به کار ببریم. حالا ببینیم قرآن قانون جذب رو رد کرده و یا تایید کرده. سوره نمل آیه 88 میگه روح‌ها را آتراس تاکن و جامد میپنداریم در حالی که آنها مانند ابر در حال حرکتند و این از قدرت خداست. در کل دو تا انرژی مثل هم باشن خود به خود کنار هم قرار میگیرن. قانون جذب میشه تو مثالهای کشور خودمون ایران آورد. مثل مار از پونه بعدش میاد رو در خونهش سبز میشه. کبوتر با کبوتر کند همجنس با همجنس پرواز. بخند تا دنیا برود بخنده. حالا سوال: به نظر شما قانون جذب وجود داره یا نه؟ برام کامنت کنید. نیروهایی که مثل هم باشن کنار هم قرار میگیرن. حالا چجوری؟ مثلا شما دریا رو در نظر بگیرید که ته دریا سنگ زیاده و روی آب بادکنک زیاده. ما میخوام یه سنگ رو به زور روی آب و یه بادکنک رو به زور ببریم زیر. در صورتی که ول کنیم سنگ میره ته دریا پیش بقیه سنگ ها، بادکنک پیش بقیه بادکنک ها. پس دو تا چیز که نیروی یکسان داشته باشن کنار هم قرار میگیره. شما وقتی از قانون جذب نتیجه میرسید که دنیا رو دنیای ارتعاشی در نظر بگیرید. خب اگه مایل هستی ادامه مبحث یادگیری قانون جذب رو بشنوید کانال ما رو سابسکرایب کنید تا در ویدیوهای بعدی ادامه مبحث رو قرار بده. در جهان هر چیز چیزی را جذب کرد. گرمی را کشید، سردی